به کانال گیم پورت باکس خوش اومدید. وقتی صحبت از بازی‌های ترس و بقا به میون میاد، یه اسم همیشه بین بهترین ها میدرخشه. رزیدنت اویل، یه فرانچایز افسانه‌ای که توسط شرکت ژاپنی کپکام تولید شد و در طول 3 دهه بارها پوست انداخته، سبک عوض کرده و حتی ژانر ترس رو دوباره تعریف کرده. اما سوال اصلی اینجاست: کدوم نسخه ها از رزیدنت اویل واقعا بهترین بودن؟ اگه بخوام کوتاه به این سوال جواب بدم، همه نسخه های بازی رزیدنت اویل خوب هستن و ارزش یک بار تجربه کردن رو دارن، چه نسخه های اصلی و چه نسخه های فرعی. اما موضوع جنس ترسی هست که در این فرانچایز تجربه میکنید. قبل از اینکه عنوانی به نام رزیدنت اویل حتی وجود داشته باشه، بازی های زامبی محور کم نبودن، بازی های ترسناک هم کم نبودن. اما زمانی که اولین نسخه از رزیدنت اویل منتشر شد، سبک جدیدی رو به دنیای بازی‌های ویدیویی اضافه کرد. وقتی گیمرها بازی رو تجربه می‌کردن، خودشون رو کاملاً داخل بازی و جای کاراکتر حس می‌کردن. پازل‌های بازی همراه با دلهره‌ای که بازهای بازی ایجاد می‌کردن، در عمارتی که همه چیز مرموزه و منابع و مهمات بسیار محدوده. همه اینها در کنار داستانی که به واقعیت علمی خیلی نزدیک بود، باعث شد تا سبک جدیدی از بازی‌های ترس و بقا ایجاد بشه. دقیقاً همین المان‌ها و ویژگی‌ها بود که به این بازی هویت داد. زمانی که اسم رزیدنت اویل میاد، گیمرهای قدیمی دقیقاً همون حس قدیمی رو به یاد میارن. بیایید قبل از هر چیز نگاه کوتاهی به قسمت‌های مختلف این فرانچایز بندازیم تا بهتر بتونیم این سوال رو درک کنیم که کدوم نسخه‌ها واقعاً بهترین بودن. در سال 1996 کپکام با انتشار رزیدنت اویل 1 کاری کرد که دنیای بازی‌های ویدیویی برای همیشه عوض بشه و البته نسخه ریمیک در سال 2002 هنوز هم یکی از مورد تحسین ترین بازی‌های تاریخه. ماجراجویی در امارت اسپنسر با اون دوربین‌های ایزومتریک، صدای باز شدن درها و دیالوگ‌های سطحی اما به یاد موندنی، آغازگر ژانر ترس و بقا با عنوان رزیدنت اویل بود. اما کمی بعد در سال 1998 با معرفی شخصیت‌هایی مثل لئون و کلر در رزیدنت اویل 2، کپکام تونست هم داستان رو گسترش بده، هم اکشن رو منطقی تر کنه و هم شهر راکون سیتی رو به گیمرها معرفی کنه. و البته مستر ایکس که مأموریت داشت هر کسی که سر راهش بود رو بکشه. نسخه ریمیک رزیدنت اویل 2 که در سال 2019 منتشر شد، موفق شد با حفظ جزئیات نسخه اصلی تجربه مدرن و ترسناک رو خلق کنه. به جرئت میشه گفت این نسخه یکی از برترین بازی‌های ترسناک رزیدنت اویل به حساب میاد. آزمایشگاه‌های زیرزمینی و فضای سردی که علم بیولوژیک رو به چالش کشیده بود، از المان‌هایی بودند که هویت رزیدنت اویل رو تعریف می‌کردند. در سال 1999 با انتشار نسخه سوم، جنس ترس در این بازی معنای تازه‌ای پیدا کرد. وقتی برای اولین بار در رزیدنت اویل 3 صدایی رو شنیدیم که زیر لب میگفت فهمیدیم با دشمنی روبرو هستیم که با هیچ کس شوخی نداره، نمسیس. در نسخه سوم رزیدنت اویل با عنوان نمسیس، شما در نقش جیل ولنتاین باید از شهری آلوده فرار کنید، اما یک کابوس زنده همیشه پشت سرتونه. نمسیس فقط یه باس فایت نبود، بلکه یه تعقیبگر بیرحم بود. نسخه سوم ترکیبی از اکشن، تصمیم‌گیری لحظه‌ای، پازل‌های جذاب و ترسی بود که همیشه دنبالتون می‌کرد. و البته این نسخه به خوبی تونست شهر طاعون زده راکون سیتی رو به تصویر بکشه. این بازی تا نسخه سوم در کنار نسخه‌های فرعی مثل کد ورونیکا و رزیدنت اویل 0 تونست هویت خودش رو حفظ کنه و در اصل به یه شاهکار تبدیل بشه.
اما رزیدنت اویل دقیقاً جای هویت خودش رو از دست داد که کپکام در سال 2005 تصمیم گرفت سبک بازی رو تغییر بده. سبک بازی در نسخه 4 به بعد از یه بازی ترس و بقا به یک بازی اکشن و بقا تغییر کرده بود. اگرچه رزیدنت اویل 4 تونست فروش بسیار بالایی رو تجربه کنه، اما فروش بالای این بازی اصلا به این دلیل نبود که این نسخه واقعا یکی از عنوانهای رزیدنت اویل باشه، بلکه گیمرها برای تجربه این عنوان روی کنسول پلی استیشن 2 که در زمان خودش گرافیک بالایی داشت، خیلی هیجان بالایی داشتن و به اصطلاح هایپ بودن. به علاوه دوربین روی دوش و سوم شخص بودن بازی در این عنوان خیلی جدید بود و حتی بعد از استقبال گیمرها از این زاویه دوربین، خیلی از شرکت‌های دیگه هم تصمیم گرفتن از همین زاویه دوربین در بازی‌های خودشون استفاده کنن. نمونه بارزش هم بازی دید اسپیس از شرکت EA بود که گیمرها بهش لقب رزیدنت اویل فضایی رو دادن. تمام اینها باعث شد تا نسخه 4 فروش بالایی داشته باشه. اما وقتی گیمرها نتونستن اون حس قبل رو دوباره تجربه کنن، کم کم هیجانشون برای این عنوان فروکش کرد. شاید اگر کپکام از شخصیت لیان در این نسخه استفاده نکرده بود، این بازی به سرنوشت نسخه‌های فرعی دچار میشد. به طور خلاصه رزیدنت اویل 4 فقط اسم این فرانچایز رو یدک میکشید تا داستان بازی رو حول محور اسلحه بیولوژیکی کش بده. اگرچه نمیشه انکار کرد که این نسخه هم طرفدارای خاص خودش رو داشت و حتی نسخه ریمیک بازی هم به یک عنوان پرفروش تبدیل شد. بعد از رزیدنت اویل 4 چند نسخه دیگه از این بازی با عنوانهای فرعی برای پلی استیشن 2 منتشر شدن که نتونستن فروش خوبی رو تجربه کنن، مثل عنوانهای آوتبریک و دیدی. داستان جالبی هم نداشتن، اما کپکام میخواست هر طور شده این عنوان رو زنده نگه داره. اگرچه داستان همین نسخه‌های فرعی به مراتب بهتر از نسخه‌های بعدی بود، در همین حد داستان بازی دچار انحراف شد. رزیدنت اویل 5 با همکاری 2 کاراکتر بین کریس و شیوا و تمرکز روی مبارزه 2 نفره تلاش کرد که ژانر اکشن رو به اوج برسونه. نسخه ششم هم با 4 سناریوی مختلف، انفجارهای سینمایی و لحظاتی که بیشتر شبیه فیلم سریع و خشن بودند تا بازی ترسناک، همون روند نسخه 4 و 5 رو ادامه داد. همین هم خیلی از طرفدارها رو ناامید کرد. طرفدارهای رزیدنت اویل که از بازی انتظار ترس بیشتر داشتن، نه اکشن‌های خسته کننده. راستش وقتی به یه بچه کوچیک هم قول پفک نمکی بدی اما براش بستنی بخری، اون بچه بستنی رو پس میزنه، هر چند شیرین باشه. کپکام هم به طرفدارای رزیدنت اویل قول ترس رو داده بود اما به جاش اکشن رو به خوردشون داد. انتقادات نسبت به نسخه 5 و 6 باعث شد کپکام تصمیم بگیره دوباره سبک بازی رو عوض کنه. نسخه‌های فرعی ریولوشن هم تونستن حس ترس رو تا حدودی منتقل کنن. مخصوصا نسخه دوم ریولوشن بیشتر به بازی اره شبیه بود و مشخص بود که کپکام کاملا از بازی اره الهام گرفته. در سال 2017 وقتی نسخه 7 منتشر شد، همه شوکه شدن. زاویه دید اول شخص، ترس روانی، خونه‌ای که انگار از دل کابوس‌های سایلنت هیل بیرون اومده بود. خانواده بیکر، اون خونه پوسیده و فضای بسته و استرس‌زا، همه یادآور همون اتمسفری بودن که در سایلنت هیل دیده بودیم، اما با دوربین اول شخص، مشابه بازی اوتلاست. رزیدنت اویل 7 تونست با الهام از عناصر وحشت روانشناختی و کلاستروفوبیک فرانچایز رو تا حدی نجات بده. البته موقتاً. یکی از ایراداتی که به این بازی گرفته شد این بود که اتمسفر بازی رسما یک کپی از بازی سایلنت هیل بود و همینطور داستان بازی کلاً از مسیر خارج شده بود. اگه این نسخه یک اسپین آف یا نسخه فرعی بود، داستان بازی قابل درک‌تر میشد. اما در این نسخه ما از قهرمان‌های اصلی مثل جیل و لیان رسیدیم به ایتن و میا که هیچ شباهتی به قهرمان‌های داستان اصلی نداشتن. حتی داستان بازی اوتبریک هم از این نسخه قوی‌تر بود. در سال 2021 نسخه 8 با طراحی فوق‌العاده قلعه، کاراکتر لیدی دیمیترسکو و موجودات فراتبیعی، یه ترکیب عجیب از بازی‌های سایلنت هیل، رزیدنت اویل و حتی بلادبورن بود. هرچند بازی در نیمه دوم بیشتر به اکشن نزدیکتر شد، اما همچنان تونست ترس رو در قالب روستایی مرموز حفظ کنه.
شباهت‌های نسخه 8 رزیدنت اویل با بازی سایلنت هیل، مخصوصاً در طراحی محیط‌های روانپریش و پیچیدگی ذهنی دشمنان کاملاً حس می‌شد و بازی اصالت خودش رو از دست داده بود. از یک بازی علمی تخیلی که از یک آزمایشگاه شروع شده بود، رسیدیم به یک بازی کاملاً فانتزی. بازی که حتی از جادو و طلسم برای روایت داستان استفاده کرده بود. به علاوه چهره کریس به عنوان یک کاراکتر اصلی کاملاً عوض شده بود. گاهی در فیلم‌ها و سریال‌ها شاهد این هستیم که ممکنه یک بازیگر به دلایلی نتونه سری داستان رو همراهی کنه و برای ادامه از یک بازیگر مشابه دیگه استفاده میکنه. اما داخل بازی کامپیوتری چطور میشه چهره یک کاراکتر که گیمرها باهاش خاطره دارن رو به عمد عوض کنن، در حالی که طراحان بازی برای بازطراحی چهره اصلی کاراکترها کاملا دستشون بازه؟ نهایتاً باید سن کریس بالاتر میرفت و عناصر اصلی چهره حفظ میشدن. حتی با وجود کیفیت پایین تصویر در نسخه اول، همچنان تا نسخه ششم چهره کریس تغییر زیادی نکرد و میمیک چهره کاراکتر حفظ شد. اما در نسخه هفتم و هشتم کلاً چهره کریس عوض شده بود. نسخه نهم ترکیبی از همه چیزه. طراحی هیولاها عمیق‌تر و تا حدی با منشأ اسطوره‌ای هستش و همینطور انمی‌ها بسیار باهوش‌تر شدن و حتی انمی‌ها برای شکست دادن گیمر میتونن با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در لحظه حرکات رو یاد بگیرن و دائما قوی‌تر بشن. زاویه دوربین ترکیبی هستش، یعنی هم به صورت اول شخص و هم سوم شخص میتونید بازی رو تجربه کنید. همچنین بخشی از بازی در شهر سوخته راکون سیتی روایت میشه. مطمئنم خیلی از گیمرهای قدیمی دلشون برای راکون سیتی تنگ شده، مخصوصا از وقتی که این شهر با بمب اتم نابود شد. گیمرها دیگه امیدی به بازگشت به راکون سیتی و اون اتمسفر خاصش نداشتن. علاوه بر همه اینها، داستان بازی عمق بیشتری پیدا کرده و بهترین شخصیت‌های اصلی و فرعی رو در کنار هم قرار داده. همچنین یک شخصیت تقریبا جدید با نام گریس اشکرافت هم به عنوان کاراکتر اصلی به بازی اضافه شده. گریس اشکرافت دختر آلیسیا اشکرافت هستش که قبلا فقط اسمش رو شنیده بودیم. آلیسیا اشکرافت هم خودش یکی از کاراکترهای نسخه اوتبریک بود که در کنسول پلی استیشن 2 داستانش رو دنبال کردیم. روزنامه‌نگاری که حالا دخترش قراره راهش رو ادامه بده. کپکام تونست در نسخه 9 یه شروع جدید رو رقم بزنه تا بازی به اصالت خودش برگرده و انتظار همه نسل‌ها رو برآورده کنه. چه اونایی که از ابتدا با این عنوان بودن و چه اونایی که از نسخه‌های وسط بازی رو تجربه کردن. اضافه کردن حس ترس کلاسیک با داستانی پیچیده و جذاب همراه با بکارگیری هوش مصنوعی بازی رو نه تنها به اصل خودش برگردونده، بلکه جذابترش هم کرده. جالبه بدونید بازی رزیدنت اویل اصلا قرار نبود وجود داشته باشه و کپکام هیچ برنامه‌ای برای تولید بازی به سبک ترس و بقا نداشت. حتی سرمایه‌گذاری زیادی هم براش نکرد. اما وقتی نسخه اول تونست بالاترین فروش رو بین عنوان‌های دیگه‌اش به دست بیاره، روش حسابی سرمایه‌گذاری کرد. اون موقع بود که این بازی شد بهترین بازی کپکام و حتی شرکت‌های تولید کنسول سر اینکه یک نسخه انحصاری از بازی رو داشته باشن دائما با کپکام مذاکره می‌کردن. بالاخره چند نسخه فرعی هم برای کنسول‌های خاص مثل گیم کیوب منتشر شد، اما بعداً برای کنسول‌های دیگه هم پورت شدن. از نقدهایی که به داستان بازی میشه اینه که چرا خط داستانی گاهن در نسخه‌های مختلف با هم فرق دارن. مثلا در رزیدنت اویل 2 که برای پلی استیشن و پی سی منتشر شد، لئون و کلر دو تا سناریوی مستقل از هم دارن که به فهمیدن رازهای داستان کمک میکنه. اما در نسخه‌هایی که برای کنسول‌های وی و آرکید منتشر شد، لئون و کلر در کنار هم بازی رو پیش میبرن و داستان اصلی هم خلاصه تر شده. یا حتی در نسخه فرعی اپریشن راکون سیتی یه سری اتفاقات خیلی مهم داریم که اصلا در نسخه‌های اصلی نیستن. انگار که کپکام داستان بازی رو بازنویسی کرده باشه. از اینا همه بدتر، داستان نسخه 7 و 8 تقریبا هیچ ربطی به نسخه‌های قبلی نداره و بازی عملاً به یه بازی سبک گوتیک تبدیل شده. شاید بهتر بود این نسخه ها رو با اسم دیگه‌ای منتشر کنن. دقیقاً اتفاقی که برای بازی دیویل می کری افتاد. کپکام بعد از نسخه دوم یه تیم برای ساخت نسخه سوم جمع کرد. مدیران کپکام می‌خواستن بازی رو با تغییرات اساسی جذاب‌تر کنن، اما زمانی که بازی داشت مراحل کامل شدن رو طی می‌کرد و تقریباً 90% کار توسعه بازی تموم شده بود،
کارگردان بازی هایدکی کامایا از مدیران کپکام خواست تا بازی با نام دیگه‌ای منتشر بشه و کلاً یه عنوان جدید رو معرفی کنن. چون بازی پر از جادوهای افسانه‌ای و غیر واقعی بود که اصلاً با اتمسفر رزیدنت اویل سازگار نبودن. همین اتفاق برای رزیدنت اویل 7 و 8 هم افتاد و این نسخه ها اتمسفر سایلنت هیل رو به خودشون گرفتن. چرا؟ چون کپکام از اعضای تیم سازنده بازی سایلنت هیل در نسخه جدید کمک گرفته بود. طبیعی بود که نسخه های 7 و 8 رزیدنت اویل حال و هوای بازی سایلنت هیل رو به خودش بگیره. اما کپکام بی تفاوت از این مسئله گذر کرد و تصمیم گرفت رزیدنت اویل رو وارد دنیای افسانه ها و جادو کنه. مخصوصا در DLC سایه های روز این تغییرات بنیادی کاملا حس میشن. اما برگردیم به سوال اصلی خودمون. کدوم نسخه ها واقعا بهترین بودن؟ همونطور که اول هم گفتم، همه نسخه های بازی رزیدنت اویل خوب هستن. حتی نسخه هایی که نقض شدن هم ارزش یک بار تجربه کردن رو دارن. پس این سوال رو میتونید اینطور جواب بدید. کاملا بستگی به حال و هوای شما داره که با کدوم نسخه ارتباط بیشتری میگیرید. اگر به دنبال طرز کلاسیک هستین و دوست دارین رزیدنت اویل واقعی رو تجربه کنید، پیشنهاد میکنم نسخه های 0, 1, 2, 3 رو در کنار نسخه فرعی کد ورونیکا تجربه کنید، مخصوصا نسخه های ریمیک شده. اگر عاشق اکشن و صحنه های سینمایی هستین، نسخه 4, 5 و 6 رو تجربه کنید. اگه دنبال تجربه مدرن و روانشناختی هستین که اتمسفر سایلنت هیل رو داشته باشه، نسخه 7 بهترین انتخابه. و اگه میخواین ترکیبی از سایلنت هیل و دنیای گوتیک رو تجربه کنید، نسخه 8 شاید نزدیکترین ترکیب باشه، اگرچه این نسخه ادامه نسخه 7 هستش. اگه میخواید همه چیز رو با هم تجربه کنید، نسخه 9 رزیدنت اویل ریکوین بهترین گزینه است. و حالا نوبت شماست. کدوم نسخه رزیدنت اویل برای شما خاص‌تر بوده؟ نظرتون رو حتما کامنت کنید و اگه این ویدیو براتون جذاب بود، لایک و سابسکرایب فراموش نشه.